گروه پنجم الله تعالی میگه که و فی الرقاب و در غلام ها، یعنی نه به همه غلام ها، قول صحیح به غلام های مکاتب. غلام مکاتب آن غلامی که خواجه اش غلام مسلمان است، یکم شرطش. دویمش این است که خواجه اش صاحبش گفته است که مثلا 20,000 دلار جمع کن بیار به من سپار، خودت را خریده آزاد کن. این آدم از مردم پول جمع کرده ایستاده است تا اینکه خود را خریده از غلامی آزاد کند. بله به این شخص زکات داده میشد. لیکن این در زمانه ما عین حال نیست. لیکن در آخر زمان با پیدا میشد، چون در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم تا دیروزها این چیز بود، تا 100 سال نزدیک بود. حتی در زمانه ما هم در بعض وقتها پیدا میشود و از بین میرود. بنابراین عین حال علما گفتن که نیست. و الغارمین و فی الرقاب یعنی شخصیت هایی که غلام هستند و آنها با صاحبانشون عقد نوشته کردند که اگر فلان مقدار پول را آوری تو را من آزاد میکنم. گفت برای اینها زکات داده میشد. بعضی علما میگن که اسیرهای مسلمان ها، مثلا در جنگ مسلمان در زیر کافرها اسیر افتاد و آنها گفتن که بر سر هر یک مسلمان 10,000 داده میگیری. گفت مثلا در این صورت از زکات داده آنها را از اسارت آزاد کردن اجازت است، همچون عمل کردن به همین آیت میگن، چون در دست کافر اسیر است.